چرا؟ به خاطر اینکه اومدی روم یه کسی صدای خر رو بشنوی. میگم دیگه حتی فحش دادن هم بلد نیستی. میخوام اینو به شما بگم دوستای عزیز، برای اینکه همینه سهن جان، اونایی که به شما میگن ایرانیا فلان و بهمانن به خدایی نیست، به خدایی نیست. ما ایرانی اگه این مشکل رو نداشتیم بدنامترین مردم دنیا نبودیم. سهن جان فهمیدی؟ ساناز جان منم میدونم همه مردا و زنا اینطوری نیستن، ولی قبول داری که این مسئله از لحاظ آماری دارم میگم. دروغ که نمیگم. خانم ساناز من یه سوال ساده کردم هنوز جواب نگرفتم. شما تو طویله خرا اون بر عکس شاه رو بذار، اون بر عکس خمینی رو رأی گیری بذار، اون موقع برو تو بی سوادترین قسمت نمیدونم کجا رو بگم، قطب جنوب، آفریقا، صحرای عربستان. خب ما یه مشکلی تومون بوده دیگه، ما یه مشکلی تو ما بوده دیگه. آقا یه مشکلی هست که ما 30 ساله حاضریم بریم اصلاح